به 5,000,000 سکه 21 جمعه. بچه میریم سراغ کارتا، میریم کارتا رو باز میکنیم، 5,000,000 سکه رو برمیداریم. خب شما اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو فشار بدید و میریم سراغ کارتایی که باز نشده الان بازش میکنیم. خب قسمت پایان اینجا میاییم. در قسمت اول مارکت، در اینجا به نام استیکینگ کارت اول همین است. کارت اول استیکینگ است. میریم اینو میزنیم. از کسایی که قفل است اونا لیولای بالا ضرورت داره، باید کارتای دیگر رو باز کنه تا کارتش باز باشه. ما این لیول استیکینگ رو باز میکنیم. یک کارت ما باز شد. خب میریم کارت بعدیمون کجاست؟ کارت بعدیمون در قسمت اسپیکسل. کارت بعدیمون اینجاست، یوتیوب گولد باتون. این یوتیوب گولد باتون که از من بازش شما میتونین برین چک کنین. اگر باز نبود برین دیگه کارتا رو سعی کنین لیولایش بالا ببرین باز کنید. بچه ما اینو باز میکنیم. خب این شد از کارت دومون. بریم قسمت لوگلز. قسمت لوگلز بچه ها میریم لیسنس بنگلادش پیدا میکنیم. لیسنس بنگلادش. بچه تو این قسمت ما نیاز به 4 فرند داریم که الان من اون فرندا رو ندارم. شما بچه ها کسایی که این فرندا رو دارین این کارت برای شما باز است، خریدارش کنین. 5,000,000 به حسابتان اضافه میشه. تشکر. خدایتان موفق باشه.